داستان این رفت یکی از بلاگرای، یعنی هم فایتره و بلاگرای معروف و تاثیرگذار روسی هم هست. بله. این تو لایو زنده میخواست مثلا منو هرس بده. گفته بود که ایرانی آدمای مثلا مهمون نوازی هن. خب من اینو گوش میدادم، داشتم مثلا خوشم میومد. آره داره از ما تعریف میکنه. میبالیم. بعد میگه میرن خونه هم، اینا زنای همو با هم عوض میکنن. مزخرفه. آره. بله. 100%. ولی خب تعصبت تحریک کردی، اون نقطه غیرت تو به جوش آورد. گفتم من باید برم تو قفس، مگه قرار نیست من با این فایت کنم؟ با هر ترفندی بود به این خیلی درست نزدیک شدم. دقیقاً دقت کنی من جاپامو خیلی دارم صفر میکنم. بله. میام نزدیک به این ورش نگاه میکنم، میگم مثلا چقدر آسیب دیدی. چون اونجا من دیگه واقعاً شده بودم یادمی که الان مثلا اصلاً هیچ رحمی نداره، برای همین با هر حیله و فریبی من به این نزدیک شدم. الکی نگاه میکردم به صورتش، بگم چقدر آسیب دیدی. فقط داشتم دقت کنم، جاتو داشتی درست میکردی. داشتم جاپامو صفر میکردم که این سیلی راست من بشینه به این. جاپامو که صفر کردم این داشت صحبت میکرد، من داشتم جواب حرفاشو میدادم، حرف چرت انحرافی میزد.